باز چی جمع شدن اینجا؟ نونتون کمه؟ آبتون کمه؟ تابونی ندارین؟ مرخصی نمیرین؟ خودتون و کل خانوادتون رو بیمه نکردم؟ بگین دیگه! هرکی هر کاری کرد که شما نباس بکنید. حالا یکی یه گوشه دنیا پیدا شده که کارگران جهان متحد شوید. خب الان متحد شدید. خب تش نیروی کاره که متحد میشه. این نیروی کار سرمایه نمیخواد، مدیریت نمیخواد، سواد نمیخواد. اینه اون چیزی که بهتون نگفتن. همسن تو بودم، کار کردم، پسنداز کردم، خودمو بالا کشیدم. خدا بیامرزه پدرش آقای لاجوردیان. کارگرش بودم، دید اهل کارم، جنم دارم، مدیرم. فرستادم یه دوره تخصصی، دیدم من بی سواد شدم متخصص، شدم مدیر. با پول زحمت و وام این کارخونه رو به اینجا رسوندم. پول بادآورده یا باج حکومتی نبوده که اگرم میبود باز میریختمش همینجا واسه سازندگی تو همین مملکت. پولمو نبردم اون برا پارو با پندازم به اشغال. بچه واسه اینکه شما کار داشته باشین، مثل کره و فیلیپینیا که میان مملکت ما کارگری و کلفتی، نرین یه گوشه دیگه دنیا آوارشین. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ یه عده ناراضی هستن. یه دانشجو برای یک کتاب زیر بغلش میذاره که بعد میکنه کار قهرمانه کرده، کتاب کارل مارکس رو زیر بغل. بقیه بنده 2 نفری که در دنیا بیشتر از همه ضرر رسوندن، اولی فروید، دومی کارل مارکس. برای خاطری که یه چیزایی نوشتن و گفتن همینه و همین، هیچ چیزی همین و همین نیست. آتیش نزنی! به هم نزنی! آتیش نزنی! این کارخونه هممونه! کارخونه همتونه! من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید. و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید. من عاشق ایرانم. آتیش نزنید! این کارخونه هممونه! کارخونه همتونه! همیشگی ترینش در حضور حضرت تو، ای که می سوزم شراب تا ابد در حسرت تو، نامه می نویسم